اینجا شهر مومباساست در کشور کنیا، موزه فورت جیسس، و این قسمت مربوط به فرهنگ بلوچ هاست، به خاطر اینکه بلوچ هایی در مومباسا زندگی میکنن. ریشهشون برمیگرده به سربازهای بلوچی که برای غلبه بر سلطه پرتغالی ها به اینجا میان و خب کمک میدن به مردم محلی و از اون به بعد هم جمعی از اونها باقی میمونن. هنوز همین بلوچ ها حضور دارن و جالب این نوشته های اینجا هم به زبان فارسی هست. There are many Baluchis in East Africa and most of them have come from the Iranian side of Balochistan. After the mountains, places like Nikshar, Kasarkan, Sarbas. माँ कहे माते वतन माचे बलूचिस्तान में सुर मगे आका कना भूसा तवे ही माँ